سلام دوستان، خوش اومدید با یک ویدیو دیگه. بعد از آپدیت جدید فوتبال خیلی از بازیکنان با یک مشکل بزرگی رو بودن که نمیتونستن چند اکان روی یک گوشی قرار بدن. من هم مثل شما همین مشکل رو داشتم و رفتم راههای بسیاری رو تست کردم و بهترین راه رو برای شما پیدا کنم. اگه میخوای این آموزش رو یاد بگیری تا آخر ویدیو با ما باش، مرحله به مرحله برات آموزش میدم. پس سریع بریم سراغ ویدیو. Let's go. سلام و درود خدمت شما همراهان همیشه PS آرنا. خوش اومدین با یک ویدیو دیگه در خدمت شما هستم. این بار دوستان عزیز اومدم برای شما مشکل شبیه سازی بازی رو حل کنم. شما بعضی از دوستان بعد از اینکه این دیتای سنگین بازی اضافه بشه، حداقل در یک گوشی با شبیه سازی یک اکان تا 4 اکان داشتم و حالا کنامی این دیتای بزرگ داده است و این در دست شما خارج شده و به مشکل بزرگی برخورده و شما نمیتوانید این شبیه ساز را داشته باشید. ما هم مثل شما همین مشکل را داشتم و رفتم راههای مختلف رو تست کردم و یک راه برای شما پیدا کردم و آن را آمدم برای شما معرفی کنم. شما برای اینکه بتونید یک فوتبال لیگ یا PS را شبیه سازی کنید دوستان عزیز، به این دو برنامه نیاز دارید. شما وقتی این دو برنامه را داشته باشین می توانید به راحتین شکل ممکن از بازی شبیه سازی بگیرید. بعضی شبیه سازها هستن دوستان عزیز برای هر یک از دونه های بازی که میخواستین شبیه سازی کنی باید 2 گیگ را دانلود کنی، اما این به این شکل نیست. شما یک بار که دانلود میکنی میتونید با آن 1 الی تا 3 اکان و یا 4 اکان دوستان عزیز شبیه سازی کنی. پس من سریعتر برای آموزش رو خدمت شما بدم. شما همونجور گفتن نیاز به این دو برنامه دارید. شما وارد این برنامه میشین دوستان عزیز. وقتی که روی این برنامه کلیک کنید همینجور صفحه برای شما میارم. همینجور که میبینید ما الان دو عدد PS را شبیه سازی کردیم و داریم. شما وقتی که روی این به علاوه پایین بزنید دوستان عزیز میتونید و اینجا برنامه فوتبال لیگ را پیدا کنید و روش کلیک کنید و روی این بزنید دوستان عزیز و بازی برای شما نصب می شود. وقتی که روی این کلیک کنید چند لحظه دوستان عزیز برای شما صبر کنید. تبلیغ رو قطع کنم تا تبلیغ رد شه. خب بعد از این که دوستان تبلیغ رد کردید به این گزینه برای شما میاد و شما روی این گزینه کلیک کنید، بازی رو نصب کنید دوستان عزیز. مثل بازی وقتی که نصب کردین برای شما نصب شد. الان دوستان عزیز بازی برای شما نصب شد و از اینجا خارج میشوید. از اینجا خارج میشین دوستان عزیز. حالا شما برای اینکه بتونین دیتای بازی رو دانلود کنیم، ما الان بازی رو شبیه سازی کردیم و حالا میگیم چطور دیتای بازی رو دانلود کنیم. برای این کار شما به برنامه دوم دوستان عزیز نیاز دارید. به این برنامه من لینک هر دوی برنامه ها را داخل چنل تلگرام خود قرار میدم و میتونید از اونجا دانلود کنید. خب شما لازم دارید به این برنامه. حالا اول وارد این برنامه میشیم و ادامه کارهای خود را انجام میدهیم. شما روی این 3 نقطه بالا که کلیک کنید روی گزینه دوم بزنید. وقتی که اون برنامه رو که برای شما گفتم دوستان عزیز دانلود کنید، این برای شما در اینجا قرار میگیره و این تیکی که اینجا میبینید دوستان عزیز رو باید فعال کنید. برای شما این تیک اول غیر فعال است و بعد آن را فعال کنید تا برای شما کلون شه. حالا
شما دوستان عزیز برای که بتونید این را کلون کنید باید وارد یک سایت بشیم که من لینک اون سایت رو داخل چنل تلگرام خود میذارم و زیر این ویدیو هم قرار میدم. من برم که آموزش سایت رو هم خدمت شما بدم. یه چند لحظه این سایت دوستان عزیز بعد این بگم که سایت هم لگ و گیر بسیار داره و وارد شدن با یک کمی اذیت میکنه، اما وارد بشین ارزش ساخت چند اکانت رو هم داره. من چند لحظه ویدیو رو قطع میکنم و دوباره تا وارد سایت بشم. همونجور که گفتم دوستان این سایت اذیت میکنه و مجبور شدم من این عکس که از قبل گرفتم برای شما. شما وقتی که وارد سایت بشین دوستان عزیز این تصویر برای شما نمایان میشه و برای اینکه بتونید دیتا رو دانلود کنید روی این گزینه پایینی میزنید و وقتی که روی این کلیک کنید وارد بخش بعدی میشه، وارد این بخش میشوید و شما روی این گزینه بزنید دیتای بازی که نوشته 2 گیگ و 25 مگابایت را دانلود کنید. این در فضای ذخیره سازی شما ذخیره میشه و شما وقتی این را ذخیره کنید بیاین دوستان عزیز در اینجا از داخل این برنامه وارد بازی میشوید. روی شما آن را که شبیه سازی کردید، من الان ای فوتبال شماره 3 رو شبیه سازی کردم. وقتی که داخل این برنامه وارد بازی بشید چند لحظه صبر میکنیم براش. حالا که تا اینجا ویدیو دوستان عزیز اومدین لایک کنید، سابسکرایب کنید، زنگوله بالا رو بزنید تا ویدیوهای دیگه که برای شما هم میذارم دوستان عزیز سریعا برای شما نمایان شه و انجام دهید. وقتی که وارد اینجا شدید دوستان عزیز برای شما این را میاد. حالا چجوری رد بشید؟ شما روی این گزینه که آچار این کنار برای شما زده است روی این کلیک میکنید و برای شما این صفحه نه. شما روی هیچ گزینه دیگر نمیزنید، روی این گزینه اولی میزنید. وقتی که روی گزینه اولی زدید شما باید دیتای بازی رو از قبل دانلود کرده باشید تا ادامه این مراحل رو انجام دهید. وقتی دیتا رو انجام دادید این مراحل رو انجام دوستان عزیز انجام. خب وارد این بخش میشوید و شما روی فایل های بزرگ کلیک میکنید و این برای شما نمایان میشود دوستان عزیز. این را برای شما نمایان. وقتی اینو بزنید و روی این بزنید دوستان عزیز، وقتی که روی آن زدید پایین این ویدیو برای شما یک دونه فلش میاد که در حال پر شدن است و این از شما نتی را مصرف نمیکنه. وقتی که دوستان عزیز این پر بشه دیگه شما به راحتی این شکل میتونید وارد بازی بشید. صبر میکنید تا این پر بشه. وقتی که این پر شد از بازی خارج میشویم. بله. از بازی خارج میشی و یک بار دیگر دوستان عزیز وارد بازی میشی و اینجا روی شماره 3 کلیک میکنید. چند لحظه صبر میکنیم وارد بازی بشه. خب شما با این کار دوستان عزیز الان یک عدد پیس جدید ساختیم و همینجور که میبینید من الان یک پیس جدید ساختم و راحت میتونم برم اکانت های دیگه خود رو روی این قرار بدم. و دوستان این را باید به شما اکانتی که از قبل داشتی را میخواین شبیه سازی کنید و باید روی این ویدیو روی این اکانت قرار بدیم از داخل خود همین بازی باشه و از سایت های معتبر اینا دوستان عزیز انجام ندید. همینجور که میبینید طبق مرحله همه رو انجام میدیم. میبینید که دوستان دیتای بازی رو برای ما نآورد و روی این گزینه وقتی که کلیک کنید میتوانید اکانت خود را روی دیتا تنفس بزنید دوستان عزیز
و اینجا روی این گزینه دوم بزنید وارد سایت کنامی میشه و رمز جیمیل اکانت خود را وارد میکنی و وارد بازی میشی. خیلی ممنون که دوستان عزیز تا اینجا ویدیو همراه ما بودی. دوباره هم میگم برای دانلود بازی، برنامه‌هایی که میخوایم بازی رو شبیه سازی کنیم، من لینک چنل تلگرام خود را این پایین میذارم و میتونید برنامه ها رو از اونجا دانلود کنید. همینجور گفتن دوستان بدون هیچ گونه مشکلی برای شما بالا میاره و شما دوستان عزیز میتونید رمز و جیمیل اکانت خود را بزنید و وارد بشید. ما برمیگردیم صفحه اصلی بازی. همینجور که شما الان دوستان عزیز میبینید ما 3 اکانت با این ساختیم بدون اینکه دیتا رو هر 3 بار دانلود کنیم. ما فقط 1 بار دیتا رو دانلود کردیم و بازی برای ما انجام شد. فقط یکم سایتی که شما دیتا رو دانلود کنین اذیت میکنه و چند باری بعد آن را روی آن کلیک کنید با فیلتر و بدون فیلتر هم امتحان کنید تا وارد سایت بشین. وقتی وارد سایت شدید و آن را دانلود کنین، شما دوستان عزیز دیگه با اون سایت کار ندارین و میتونید دیتای بازی در فضای ذخیره سازی گوشی شما ذخیره شده و با 2 برنامه‌ای که معرفی کردم میتونین آنها را شبیه سازی کنید. خیلی ممنون که دوستان تا آخر ویدیو همراه من بودیم. از شما میخوام لایک کنید، سابسکرایب کنید، زنگوله بالا رو بزنید تا ویدیوهای دیگه ای که میذارم برای شما اولین نفر نمایش شه. و اگر از این ویدیو چیز مفیدی یاد گرفتین دوستان عزیز، این پایین کامنت کنید که من انرژی میگیرم تا ویدیوهای بیشتری برای شما بذارم. اگه جایی را هنوز هم یاد نگرفتی، من در خدمت شما هستم تا ویدیوهایی برای شما هم بسازم. خدا یار و نگهدار شما باشه. موفق باشید.